السلام علیکم بیننده عزیز، سلام میرسانیم بهر هر یکی شما. من امروز آمدیم موافق طلب، موافق تکلیف های خالجان عزیزم بخمل خانه باز به خاندان آنها مهمان میشویم. امروز نبیره عزیزی خاندان که 18 ساله شده است، گنجینه بانو را در جشن میلاد امور در روز تولدش از نام بخمل خاله، از نام نومان بابا، از نام مادرشان بهارایتی و از راه دور از نام خالجانشان سیارایتی تبریک میکنیم. آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم میبینیم. با ما شده همراه این مهمانی این خانواده میشیم. رفتیم. السلام علیکم پدران، مادران عزیز، السلام علیکم زربانوان، خالجان‌های مهربان. و امروز روزی خرسندی به خانواده بخمل خاله نومان بابا خوش آمدید خواهم می‌گوییم. امروز در این روزی خرسندی فرزندی عزیز از دانکش هم مغز شیرین می‌بینند. نویره شیرین خاندان امروز گنجینه بانو جشن 18 سالگی خود را امروز موچل خود را در دیدار بینی هر یکی شما و البته دوستان و همسیفانشان برگزار کرده ایستادن. البته یک تا قرصک میزنیم به همسیفان گنجینه بانو را تکلیف میکنیم. مرحبا مرحبا. بخمل خانه بیت شما ایمانشان ایسته. امروز بخمل خانه در خاندانتان بیرم بوده است. بگذار در خاندانتان همیشه مانند امروز پر از روزهای خرسندی، عید و ایام، بیرم ها همیشه باشند. امروز آن طفلک نازنین که به دنیا آمده بود الکی 18 ساله شده است. با دعاهای نکویتان، با مهنت حلالتان، من چقدر زحمت و مهنت کشیده نبیره های شیرین را با وای رساندید. بگذار حضور و حلاوت آنها را دیده گردید. هیچ وقت درد و غم را آنها نبینند و سرطان غم را نبینند. دم پیری و چایرزه که شمایان شده گردند. وقتشان را دیده در تک چمیلیق یاروها خواندن نصیب کند. امروز بزم زیبا مبارک. امروز گنجینه بانو شما پیش از همه از نام خالجان عزیز بخمل خاله تبریک میگویم. گفتم که فخری من، نبیره من، امروز از دانکم مغز شیرین، جگره فرزند عزیزی من، نبیره شیرینی من زادروز دارد. 18 ساله شده است. شب در خاطرم از طفلک نازنین بود، کودک شیرین بود. من امروز الکی 18 ساله مکتب 11 کلاس شد. بگذار صاحب معلومات عالی گردد، نامبرداری من و مادر و همین اولادای ما باشد. خدا کند که فخری همین آهلیک و سمرقند شود. خدا خواهد اگر مکتب‌های کلام با میمانیم، خواندنش را تامین میکنیم و یک انسانی فخری آهلیک شود، رد شود، دیرکتور شود و فقط نامبرداری ما شده گردد. گنجینه بانو آنا جان عزیزتان شما تبریک میکنند. امروز برای نبیره شیرین من رسانید که دخترم دولتی من تاجی سرم، شاد گردم چو بیایی بدرم، هستی تو زینتی کاشانه ای من، جانی من دختری والا گوهرم. امروز برای شما تمام سخنهای نکو را آماده کردم. چخیلی که از بهارایتی در بیرون صحبت کردیم. یگانه من، دختری نازنینی من، امیدی من در همین زندگی گشتنی من و چخیلی که کچه قوت میدادگی یگانه دختری نازنینی من. چقدر که آرزوهایی که من ارمان شد از پیش دخترم همه آرزوهایم را ببینم. آرزو میکنم که مکتب ها رو با بهای اعلا ختم کنند. خدا خواهد اگر در تن چقدر که کچه قوتم هست برای خواندنش من خدمت میکنم. خواند فخری آهلیک شود، پیش خشلاق شود و یک ورچی کلام شود، از پشتش فخر کرده سربلندانه نامش را وردی زبان کنیم. یک جایهای نمونه‌ای به عروض شده رود و بخت و کمالش را بینیم. من دیگه روزی از پشت دخترم بینم و فقط روزهای خرسندیش به خدمت کنم. امروز روزی خرسندیش هست. برای دخترک نازنینم رسانید که دخترم نسخه دل و جانم، آرزویم، امیدم، ارمانم، پا به پا برد من به راهی حیات، تا که باشی از سایه دستانم. من تو را کلام نکردم روی دستانم، من تو را کلام کردم روی چشمانم. اگر که تو شوی بیمار من آن دم هم بیمارم، اگر که تو شوی صحت این است اصلی درمانی من. امروز گفتن که جوان خستگی را نبیند، همیشه مانند امروز جوان و این خیر دوگانه هایش در اطرافش پروانه شود. چقدر که سخنهای نکویی است برای شما میرسانیم. زادروزتان مبارک. حاضر بخمل خانه یاری ما به نزدیک ترستید. تمام مهمان های عزیز به یک تا خوش آمدید میکنیم. نبیره شیرین را تبریک میکنیم. بعد از آن بسمیم امروز کلام حسین جان. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. اجازت فرمایید
شخصا از نام خودم و از نام همین زندگی میکردگی و از نام دوستان، از نامی که غمی من به شیرین، از نام همونها همین نوره ما تبریک و مبارکباد نمودم. با این اول و صحت سلامتی عمری دراز خدای مهربان میپرسم. دویم مکتبای کلام به داخل شوم. الهی سرسون و سرگردانی که من نکوی کلام کردم، من میخوام خدا میپرسم که همین ها ایلوش به روز بینم درکای مردم به نکوی من 1 ساله بود گنجینم. من درای مردم به کلام کردم. آدم ها این خیلی میانه نه تخر میکنن، لیکن صد افسوس که آنش باباش زنده حیا، دادش زنده حیا، لیکن یک بار همینه که نپرسیدن که همین چند ساله شد یا اینکه همین زاد روزش تاین یا که همین چی خورد چی پوشید نگفت. لیکن این من 18 مدر اومد. خدا به حساب شکر که خدای مهربان بودن. من همینه که کلام کردم جایی دادش با من علایدین تاغاش، اکرم تاغاش، الهام تاغاش، اکمل تاغاش، خدا بشکر هم یکای همینا یاردم دادم. همین درگاه همینا با سرسون و سرگردون من همینا کلام کردم، همینا تاکی قنات کردم. ینگملاش اینجا با خدا بشکر حضور دارم. رحمتی کلام همینا با کی آیا کس کم نکردیم، آیا کس زیاد نکردیم، می نکرده کلام کردیم. خدا با بهشتم شکر. آدم ها میگن که ایتیو تو نه خدا هستای تیپا با نگاه کدشتن برای همه گنجی نجام و عمری دراز میتنم. خدای میرم در دلکش چی آرزو دارم آرزویت باشه خدا عمل برارم. من میخوام که یک برای چی کلام شوید همین دهه عالی با خدمت کنم. با رفتم مشرف و نشبم دادش با زنی دادش با همین خدمت کنم. من هیچی نمیگم، خدا هستن. این قیتر دنیا هم نکن این خیلی میورم هیچ دیگه نیست. نیوریکای من سرسون و سرگردون شد، نکن من سرسون و سرگردون شدم نموندم. نکن خودم از من راستی زدم نکن همین خیلی عزیزم که بازی میتونم گفتم چون که سخیر پایدن آسان نیست مردم زنده سخیر پایدن. این دادا میگن این خوشا میکنن داداش همین این میگذارن اون طرف میگذارن. یکی من یک ازار کتی کلام کردم. خدا با به حساب شکر. حسین جان با چی کن یک دقیقه حرکت طلا گرفته که میشه همین گوشکش بکنم. حسین جان رحمت کلام شما با نکین یک لقب این بیا که من نگو رحمتی کلام همین دادارم تو سر آمدگی ها هم یکاتون خوش آمده نوری دیده داجی سر همچه یکا میدون اعضای منم. خدا با شکر نقض است موزین خدا با به حساب شکر آمده یکاتون من رحمتی کلام خش توارا همسایه ها اکبرکه هم یکاتون من رحمتی کلام هلاک شدم. براو رحمت برحمت توفه های ارزنده و حسین بنده را به اسکارن برحمت مبارک باشه. مبارک باشه. البته بهانه‌ای که جمله رفتم استعمال در اینجا مادر مهربانشان برای یک و یگانه دختر نازنین البته توفه های ارزنده و سربنده را آماده کردن با یک تا کرسک میزنه میسپاره. مرحبا مبارک باشه.
تو شب من خوابی که با من باشی عشقم یادم تیگه البته در اینجا برجنبانو همسینفانتان را میبینیم. حاضر اعضای همسینفان زیبا و گلحیا. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. من شخصا از نام خودم و از نام اهل عالمان آیتی جانم را با روز زادروزشان تبریک میکنم. الها هیچگاه درد و غم را نبینند، بگذار 120 ساله شوند. روز مولودتان خجسته باد. دخترک پیش خلق شده گردید، همیشه سری مادر کلان و مادرتان را برداشته به نزدیک‌های کلان درآیید. من از این فرصتی پرقیمت استفاده برده به آنا جانم تشکر زیاد اظهار میکنم که ما را همین قدر وایه رساندن، از هیچ کس کم نکردند. مادرمان در مسافر بودند لیکن از مهر مادر زیاد مهر دادند و کم نه. بعضن آنها هست که نبیره خود را تن نمیگیرد. مرحبا توفه ها رو میسپاره. مبارک باشد. السلام علیکم مهمانان و خانه ما خوش آمدید. امروز زادروز دارن که آیتی جان من میخواهم که نیستای کلام به درآیند، اما وقت مثل گل برین شده گردند. مبارک باشد. کلی همسینفان تیار باشد. اگر زیبا و گلحیا را به صحنه تکلیف میکنیم. مرحبا زیبا بانو گلحیا، مرحبا شما را به صحنه تکلیف میکنیم. در روز خرسندی سخنهای تبریکاتیتان را میشنویم. مرحبا. مرحبا در این طرف زیبا از یاری ما از این طرف. مرحبا کدامشان تبریک میکنن به آنو بیام. البته و گلحیا کنه گلحیا خودشون. مرحبا چو سردی پیرگردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو سینا عاقل و فرخنده باشی، چو جامی بر دل و بردیده باشی. البته در اینجا توفه های ارزنده و زیبنده دارن. مرحمت گنجینه بانو قبول کرده گیره. مبارک باشد. مبارک باشد. البته حاضر از صحنه دور نرفته میستیم. یک تا تورتا میبریم بعد از آن رقص بازی میکنیم. بهمان خونه شما هم نزدیکتر استید. بهارایتی مرحمت نویمان بابا میخواستیم یک جایه شیرینی رو بریم از آن تناول کنیم. بعد از آن وزم انگریزه رو دوام میدهیم. مرحمت مبارک باشه. دارید شما هم مکان خلا زادرز مبارک. مبارک باشه.
جوابمو به شما یا یادشون یک تا شیرینی اخوره میتونید تناول کنیم مرحمت مبارک باشد مرحمت سراتای شوخ و رقصی برای شما یاد وقت مرخولا یک تا دوره خوش رو کنیم ایتاز کنیم
البته مهمانانی عزیز بار دیگر به روز خرسندی با زادروزی گنجینه بانو خوش آمدن میگیم. من برای تبریک کردن امروز مهمان ها همسایه و نزدیک و خیلی تا باران تیار و حاضر هستند ما باشد. از نام همسایه ها میخواستیم نیت های تبریکاتی را شنویم. به صحنه خالاجان زیبای ما برنامه را تکلیف میکنیم. سخن تبریکاتی را میشنویم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان گرامی، خواهران، برادران عزیز، خوش آمدید به خانه همسایه من امروز از این فرصت استفاده میبرم همسایه‌ام بخمل جان را به این میوره زادروز میوره‌اش تبریک و تهنیت ها میگویم. به این نازنین دختر صحت سلامتی عمری دراز میخواهم و میخواهم که در دلت چه آرزو نیت داره آرزویاش برسد. بخمل ما همسایه‌هاش تو را میدونیم که تو چه انسان بودی. تو میگفتیم که این بخمل خیلیش تیز خیلیش گنده میگفتیم به ندونستم فهمیم که این آخه این بچه های یاش ماندگی بودن. بله همین گنجینه چهارم صنف بود که ما مهمانش داده یک آش پلو و پخی و آدمای ضعیفای کارم که آش کردن نمیتونه. این اچیلش از تربیه بخمل جان چه عذاب ستم کردی نوره کتا کلان کردگی باشه حضورش نمیبینی نجان فهمیسی ما میدونیم که چه باید کلان کردی چه عذاب کردی عذاب کردی کلان کردی بچه خویا نوشا بچه های کلان کردی ترتیب انتظام تربیهش نالدیز جدو هم نزدادی. من همه گنجینه و من هم دادگی که حسین کن چهارم سیر همه خیلی آش پلاو پختی من حیران شدم. من ضعیف کلان همه خیلی آش پخته نمیتونستم. فهمیدی این از چه تربیه تو هزاران رحمت یکم تو بر هزاران ایلان 100 ساله شد حضوری حلابت همه نبرکات بین الهی هزاران به دقتتان رحمت شما رحمت هزار رحمت. تشکر میگویم. مبارک باشد. من بیننده های عزیز امروز گنجینه بانو که 18 ساله شده تبریک کردیم از نام آنا جانشان از نام مادر مهربان خاله جانشان که در مسافرت هستند. آن لحظه های خرسندی را همراهی شما با هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید با شبکه شهنان. این خیلی بزمه های زیبا را شبکه شهنان تنها پیشکش شما میکند. صحتمند و سربلند خود را احتیاط کنید. تشکر برای مهمانداری. رحمت. جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نکویتان مبارک مبارک دل شادم از غم همه آزادم مایان همه دل شادم از غم همه آزادم تبریک شما گویم از بزم و طرف شادم تبریک شما گویم از بزم و طرف شادم زادروز برایتان مبارک مبارک
شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روز نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشن زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن پیروزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک ناله کنم نمیشه همدان بودم همیشه در تگ دل آزاره دوان دوان بپیشه ناله کنم نمیشه همدان بودم همیشه چکی چکی بالا نبین شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا کاشکی دانم دوای چشمم تو شده درد و دوای چشمم یا که بینم رهای اشکم تو هودی سرد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ناله کنم نمیشه همدان بودم همیشه در تگ دل آزاره دوان دوان بپیشه ناله کنم نمیشه همدان بودم همیشه چکی چکی بالا نبین شتر شتر نمیشه ای یار بیا